داخل سالن نور زیاده. ولی خود نور زیاد میکنن که تسلط بیشتر داشته باشن کنترل چیه. مشهوده کجا رفت؟ البته دستور ارشاده. کل سینما می‌رسیم بالا باشید که مثلا مختلف الان بوده. نه میگیرن. فردا اینجا میریزم مسلح دهن منو سرویس میکنن، شما رو هم میگیرن تازه میگن چرا پخش کرد. به خدا بهتون گیر میدن. با اجازه. یه اتاق خیلی کوچیک گرفتم با بچه‌م. بعد دیگه کار کردم دیگه. البته پشیمونم که این راهو رفتم، چون دیگه غرق شدم تو این راه، ولی بازم احساس میکنم راهی که باید میرفتم دیگه و رفتم این راه. البته هنوز به آخرش نرسیدم، چون هنوز 30 سالمه، ولی دیگه تا 1-2 سال دیگه به آخرش میرسم. متاسفانه به هر جایی که مراجعه کردم در وهله اول سعی میکنن از من یه معشوقه درست کنن با حقوق خیلی کم. الان شرایط ما تو ایران طوریه که این کارو دخترای تو سن خیلی پایین شروع کردن. 14-15 ساله دارن این کار رو انجام میدن. پس در واقع موقعیت خراب شده دیگه. اگه وضعیتی پیش بیاد که خانمایی که متارکه میکنن بتونن یه زندگی راحتی داشته باشن، کرایه خونه و این مسائل یه خورده سبک باشه، شاید اصلا خیلی به این مسائل گرایش پیدا نکنن. خانمایی که متارکه میکنن تو مملکت ما هیچ جایی ندارن، اصلا رده خارجن، جز جنازه های مملکتن. اینو واقعا جدی میگم. من از شما سوال میکنم، وقتی که من به عنوان یک معلمه میخوام پاک زندگی کنم، وارد خونه استاد دانشگاه میشم، به من پیشنهاد 50,000 تومان حقوق میکنه و معشوقه بودن. وقتی من وارد اداره میشم که با توجه به تحصیلات دارم و میتونم خوب صحبت کنم و کارهای منشیگری رو واردم، به من پیشنهاد 35,000 تومان حقوق میکنن با معشوقه بودن. خب من معشوقه این آقا بشم با مای 35,000 تومان، در حال جسم خودم آلوده کردم. آلودگی چه 1 نفر چه 10 نفر. تو یه دونه اتاقم اگه زندگی کنم باز خودم باید خلاف کنم زندگیمو بگذرونم، پس هیچ فرقی نمیکنه. پس میرم یه آپارتمان میگیرم، درصد خلافم بالا میبرم. من زمانی که با خودم تنها میشم، با توجه به اینکه گاهی شعر میگم یا با ساز دلم زندگی میکنم، شما مطمئن باشه که من از این مسئله رنج میبرم. ولی بهتون گفتم رنج من یا استرس های من باعث نمیشه که من بخوام از واقعیت زندگی کردن و نفس کشیدن فرار بکنم. انقدر این دختر شهرستانی ها رو می آوردن. دختر شهرستانی به خاطر اینکه طول راهو، یعنی از دهشون تا تهران پول ندن، تو جاده خودشون رو در اختیار این راننده کامیوندارا میذاشتن. یعنی دیگه ما دقیقا دیدیم دیگه، یعنی خودشون به زبانشون واسه ما تعریف میکردن. فساد کل جامعه رو گرفته، چون خونه به خونه است، چون در به دره. یعنی شما وقتی وارد یک کوچه‌ای بشین نمیدونین این خونه آیا سالمه یا این خونه ناسالمه، آیا خونه بغلی خونه تیمی یا خونه تیمی نیست. من دختر میشستم واسه یه ناهار میره سکس میکنه، شکم این چیزا حالش نی، باید خودش رو سیر کنه. یا اون خانواده که بچه‌شو پاره جیگرشو داره میفروشه به یه خونه تیمی و خودش آگاهه، فکر میکنین چرا این کارو میکنه. پس اون خانواده ناچاره از پاره جیگرش بگذره، اونو بفروشه با دست خودش که بتونه 5 نفر دیگر رو سیر کنه. دخترای جوونم زیاد تو این کار افتادن. نمیشه ازشون ایراد گرفت آقا، برای اینکه شرایط زندگیشون
اینا رو وادار میکنه به این مسائل. واقعا بیپولی و شیر و خشک بچه بود. اول رفتم گدایی کرد، میدون اومد بدون رفتم گدایی کرد. دیگه دیدم میشینم میدون میام میگم گدایی نکن تو قشنگی، حیفی 10 تومن بیا بریم به 10 تومن میدم، یکی میگه من 20 تومن. تا اینکه دیگه سوار ماشینم شدم که واقعا کمک بگیرم به جون بچم، به قول کمک بگیرم فقط به خاطر شیر خشک بچم، 1000 تومن به خاطر شیر خشک بچم که بچم کشته نمونه. واقعا دوست نداشتم این کارو کنم، اصلا دوست ندارم، الان اصلا دوست ندارم، اصلا دوست ندارم. چی بگم که خودم اصلا فکرشو نمی‌کردم زمانی بخواد مثلا همچین بلایی سر خودم بیاد، اصلا فکرشو نمی‌کردم. خدا شاهده به جون بچه‌ها. یعنی چون که خیلی زود ازدواج کرده بودم، 14 سالم بود ازدواج کردم و خیلی هم دوستش داشتم، ولی مسئله جدایی و نداری باعث شد حتی اولین باری که من این کارو کردم 4-5 ماه پیش به خاطر کرایه خونه شد. دیدم صاحبخونه میره میاد در میزنه، چیکار کنم؟ گفتم میزنم به سیماخه هر چه باد و باد. تو این جامعه ما فکر میکنم که برای ماها که خرج یک خانواده رو میدیم بهترین شغل باشه، چون هر چیزی که بخوام بریم اولا که با تحصیلات کم استخدام نمی کنم، بعدش هم این که بخوان اگر استخدام کنم بخوان اول خودشون استفاده کنن از طرف، یعنی که حقوقشون خیلی کمه. مملکت ما اینقدر مملکت تخمیه، سکس یه قضیه خیلی قشنگه مثلا درون مرد و زن و باید اینو به نفع احسن ازش استفاده کنی، ولی با اونی که دلت دنبالشه و دوستش داری. خب ولی تو مملکت ما کثیف‌ترین چیز سکس قرار دادن، یعنی منبع درآمد. و زمانی که من خودمو در اختیارش یه آقای نوعی میذارم به ازای مثلا بدنم، به ازای هیکلم ازش پول میگیرم، پس این سکس نمیشه گفت. و کاش میشد آدم اگه خلافم میکنه از با سکسش پول پیدا نکنه. ولی اصلا سکس یه غذای طبیعی انسانه. همونجور که من به چایی، به غذا، به نفس و به هوایی که تو این اتاقم نیاز دارم، یک انسان به سکس نیاز داره. ولی اگر سکس در جامعه ما به این صورت مطرح شده، به صورت پنهانی مطرح میشه، به صورت خرید و فروش انسان ها مطرح میشه، به صورت دوگانگی ها مطرح میشه، فقط به خاطر محدودیت جامعه ماست که این کلمه رو خیلی زشت و وقیح میخوان نشون بدن. مثلا در این رابطه که ما داریم زندگی میکنیم، احساس، عاطفه، جسم، روح همه میمیره. دیگه چیزی وجود نداره که آدم بخواد بهش دل ببنده یا بخواد باهاش زندگی بکنه. الان از نظر روحی هیچکی ارضا نمیشه توی مملکت ها، هیچکی. یعنی شاید از نظر جسمی شما یه سکس با من داشته باشی 10 دقیقه ارضاشی از نظر جسمی، ولی از نظر روحی با منم که روبروت نشستم شما ارضا نمیشی، با هیچکی نمیشی. چون مملکتی نیست که بتونی توش راحت زندگی کنی، راحت قدرت بیان داشته باشی، راحت بتونی با یکی صحبت کنی. من شاید خیلی حرفا تو دلم باشه ولی نمیتونم به شما بزنم، از خیلی چیزا میترسم.
شما هم اینطور باید همه چی رو تو خودت خونسا کنی. الان جامعه به صورت در اومده که یک زن احساس میکنه فقط علاوه فروش تنش میتونه نیازشو برآورده کنه. کار نیست. اگر میری نه به کار توجهی دارن، فقط به هیکلت و به سکست و به صورتت نگاه میکنن، بر مبنای اون حقوق میدن و بر مبنای اون میخوان بخرنت. خب شما خودتون در نظر بگیرید، منی که نمیخوام آلوده باشم، منی که نمیخوام گناه کنم، منی که حالا از البته انسانی مثلا به دینم، به جامعه‌ام و به مریضی اجتماعم هیچ کاری ندارم، منی که میخوام سالم زندگی کنم، کی بر از من حمایت کنه؟ جامعه، قانون، خانواده‌ام. هیچ کی که ندارم. پس چیکار کنم؟ تنمو میفروشم. تو هر شغلش، تو هر صنفی، تو هر جایی که شما بخوای بری کار کنی همینه. آقای عزیز، من یه مسئله داشتم برای همین قیومیت بچم. رفتم دادگاه مدنی خواست. خب چند سال پیش رفتم پیش این رئیس دادگاه و گفتم آقا من اصلا قاطی کردم دیگه، روانی شدم، تو رو خدا من فکر کنم من کنیز در خونه پدر مادرتم، کلفت در خونه پدر مادرتم، یه قیومیت منو بده، قیومیت این بچه رو میدونم خواهم از ایران برم. فکر میکنه یارو آخونده من چی گفت؟ بگو من کنیز نمیخوام، خانوم میخوام. تمام شد دیگه. دادگاه شما بالاتر میخواد؟ آخونده این مملکت به من گفت من خانوم میخوام، کنیز نمیخوام. گفتم شما زن نداری؟ گفت چند تا میخواد؟ بابا آخون این محضرداری که من رفتم طلاقمو گرفتم، هنوز طلاق نگرفته بودم، به من اینجوری کرد تو خیلی جوانی طلاق نگیر، من اینجا زن شوهردار رو عقدم میکنم، مرد زندار رو عقدم میکنم، اینو سیغه اون میکنم، اونو ببین، من از این کارا زیاد میکنم، بذار اسم شوهر تو شناسنامه‌ت باشه، تو رو عقد یکی دیگه میکنم، عقد هر کی که دوست داشته باشی. گفتم مگه میشه آدم 2 تا شوهر داشته باشه؟ گفت پول بده. مملکتیه که هر طرفش رو نگاه میکنی تش باد میده آقای است، هر طرف رو نگاه میکنی. بله میتونم سیگار بکشم؟ این اله خلافی که خانوما به عبارت یه نوع شغل تو زندگیشون میدونن، زن رو پیر میکنه، شکسته از نظر روحی، فکری، داغون میکنه، استرس به آدم دست میده. یعنی من بارها شده تشنج اعصاب گرفتم، یعنی دستام میلرزیده، ولی فقط از خدا میخواستم که گفتم خدا یه وسیله، یه چیزی تو زندگی من قرار بده که من از این راه بکشم بیرون. دقیقا 6 سال پیش مادرم از پدرم جدا شدن، یعنی متارکه کردن. منم جلسه اولی راهنمایی بودم که مامانم ازدواج مجدد کردن. دقیقا 12 سالم بود. من خونه بودم تنها. بعد که پدرم این کار با من کردن و منم الان تقریبا 2 سال به خاطر اینکه بتونم زندگیمون رو راه بندازم و خرج تحصیل خواهرم و برادرم بدم این کار کردم.
الان من 19 سالم. مادرم میدونه. بله. خب اعتراض که ناراحت هست ولی به من چیز نمیگه، چون میدونه که اگه من این کارو نکنم درآمد دیگه‌ای به غیر از این کار نداره. خاطر همینم اعتراض نمیکنم، ولی فکر میکنم ناراحت باشه از این کاری که من میکنم. من این 1 سال خدا شاهده بگم چجوری زندگی کردم روم نمیشه، ولی خب بازم الان این در اون در میزنم ببینم چی میشه. یه آقایی هستن الان گفتم بیا این شرکت استخدام بشین با دخترت، ماهی 70 تومن میدم، خونه براتون میگیرم. خیلی این وعده ها بهم دادن، اطمینان نتونستم بکنم به خاطر دخترها، چون دخترام خیلی خوشگل و بزرگن. فاحشگی الان میبینید، الان من میخوام مثلا این کار رو بکنم. خب خدا شاید موقعی که سوار ماشین میشم همینجور با ترس و لرز وجودم ترس تا این مسئله تموم بشه، از خونه بیام بیرون. میگم الان میریزن، الان چی میشه، چی کارم میکنن، آبرون میره پیش بچه ها میفهمن، چون بچه ها خب چیزی رو نمیدونن که. میگم من با آقا سعیدی آشنا هستم، کمکم میکنه، به رضای خدا کمکم میکنه. از نظر همین دیگه چیز دیگه ای نمیدونم. متوجه هستی؟ اگر زمانی بدونن ممکنه منو ترک کنن. منم همه بدبختیم، همه این کارام به خاطر همین دخترامه. یعنی اگر اینا نبودم منم راحت تر بودم. متوجه شدی؟ آدم من پناه میبره میارم به جامعه، میبینم همین ماموران این جامعه هم چش داشتن به من. خدا شاید مامور جامعه هم چش داشت به من. منو گولم زدم بردم خونه، گفتن به پول میدیم، برنامه رو اجرا کردن، فرار کردن رفتم، پول ندادن به من موندم و صاحب خونه برای مثلا 2 تومن گذاشته جیبم، گفت رفتم، من دسترسی برایشون ندارم. بعد موقع میام بیرون، خدا شاهده به مرگ بچه، میام بیرون بگم خودم میگم خدا توکل میکنم به خدا، باید سوار ماشین بشم بگم ندارم 1000 تومن 200 تومن کمکم بهم، فقط کمک به این میاد. زنایی بودن که 8 ماه 9 ماه تو اون سلولای وزدرا میلولیدن دور خودشون، هنوز بلا تکلیف بودن. و اونجا همش آرزوم این بود، گفتم خدایا میشه من یه روز حرف زندان رو بیرون بزنم و اگر منجر به نابودی من بشه من باید بگم. هر ضربه‌ای که با قدرت فرو می‌آورد من احساس می‌کردم تیکه از گوشت بدنم کنده شده. به جرم در واقع میشه گفت بیگناهی، به جرمی که چرا وارد خونه شدن که من چند با شما صحبت می‌کردم. آیا جرم من اینه که من برم درس تازه یاد بگیرم و 100 ضربه شلاق بخورم و بدنمو له و لورده از اون خونه بیارم بیرون؟ به چه جرمی؟ اگر آزادی اینه، اگر دین اینه، اگر عشق به زندگی اینه، پس من میتونم بگم هیچ چیز تو این دنیا وجود نداره. میگم قپونی آویزون میکنن و میزنن، دست پاتو میشکنن، بینیمو زدن شکوندن. تابستون تو اون گرما دیوار کوتاه سیمانی در آهنی که هنوز یه جا در آهنی میبینم تداعی میشه برام زندان. میگم تو انفرادی هم همچین درایی بوده. من 1.5 ماه انفرادی بودم،
یعنی 1 ماه و نیم هیچکی نبود اصلا من بهش بگم سلام. هیچکی نبود. صبح به صبح یه پنجره کوچیک قد یه کتاب باز میشد، یه دونه از این بطری پلاستیکی آب و یه تیکه نون مینداختن تو در میبستن. گفتم هر روزی که من اون تو بگذرونم، هر اشکی که من به سوز دل بریزم شما باید تاوان بدید. حالا ببینید اون روز چه خواهد شد. حالا بالاخره دیر و زود داره دیگه، حالا میرسه اون روزم که تو هم باید توم پس بری دیگه، تومون این ناحق گفتناتون. حالا به خاطر چی من اصلا سر از اونجا در آوردم؟ به خاطر اینکه رفتم کار کنم، رفتم گوشه از زندگیمو پر کنم. نه همه بد نیستن. نیاز در جامعه که کار نیست، شغل نیست، حمایت نیست. حتی وقتی تو خیابون میری ترس و وحشت داری که من باید این مأمور باشه یا اون مأمور که بخاطر اذیت کنه و باعث سکس کنه. من باید چی کار بکنم؟ شما من میگین من باید چی کار بکنم؟ من که اگه امشب تنمو نفروشم برای فردا صبح نونی ندارم بخورم، من باید چی کار بکنم؟ از کجا باید بیارم؟ پس باز برمیگرده به محدودیتی که در جامعه برای هر انسانی، چه زن چه مرد وجود آوردن. مرد رو خریدار کردن و من فروشنده کردن. و من اکثر اینا که باشون در ارتباطم بیشتر به خاطر خانواده‌شون دارن آزادی میشن، دارن فداکاری میکنن که میگن خب مثل خود من میگم اگه من بدبخت شدم بذار بشم، مثل 4 نفر دیگر نجات بدم. شغل که من همچینی مدرک تحصیلی آنچنانی ندارم. خیلی زود ازدواج کردم، مگر اینکه برم پلفتی کنم که کردم، رخشوری کنم که کردم، نظافت خونه کنم که کردم. همه این کارا رو هم کردم در عین حال، ولی بازم کم آوردم. اصلا این چراها رو من نباید جواب بدم. من کی این جامعه هم این چراها رو باید جواب بدم؟ اونی که اون بالا نشسته، اونی که ادعای ریاست میکنه، ادعای این میکنه که این مملکت رو داره اونجور که خودش میخواد میگذرونه، به نوعی که عشقش بکشه. شب اگه زن آقای رفسنجانی کونشو بهش کج کنه، صبح بلند میشه یه لایه دیگه تو مجلس تصویب میکنه. ولی من که در شرایط سنی 31 سال هستم، آینده من، عشق من اگر این کارو میکنم فقط بچمه. در حدی که به عنوان یک مادر، در حدی که قدرت داشته باشم از بچه‌ام حمایت میکنم و زمانی که احساس کنم بچه‌ام به حمایت معنوی، روحی و مادی من نیاز ندارن، در مورد شخص خودم صحبت میکنم. اون موقع شده اگه بلوغ نون خشکم زندگی کنم میکنم. ببینید جسم خدا به انسان ده، خیلی با ارزش جسم انسان. همینقدر که جسم یک انسان ارزش داره، روح انسان، قلب یک انسان هم ارزش داره. چون ببینید شما یه مردی نمیفهمین حالت یک زن، برای زن خیلی مشکلی که بخواد به خاطر پول خودشو بفروشه. ما فقط به خودمون لطفه میزنیم، به هیچ کی لطفه نمیزنیم. به خودمون و بچه‌هامون با خودمون کوچیک نمیمونن که همونطور که ما سنمون میره بالا، اولادمون هم با اون بزرگ میشه دیگه. تو مرحله دوم به بچه‌مون لطفه میزنیم. ببینید من مادرم بعد اینکه پدرم جدا شد به عبارتی فاحشه شد. من نبودم اون موقع پیشش. من 47 به دنیا آمدم، 3 سال بعد که جدا شدم با اون مال برداشت برد.
من تا سن 18 سالگی مادرمو ندیدم. خب بعد 18 سالگی که مادرمو دیدم، خب اطرافیان واسم گذشته مادرمو گفتن. حالا مامانم شده 60 سالش، من شدم 30 سال و من هنوز زجر میکشم. خود من که الان شغل مادرمو دارم ناراحتم. میگم چرا آخه مامان من تو این راه افتاد؟ چرا نتونسته زندگی خوبی داشته باشه؟ الان مامانم ناراحتی اعصاب گرفته، تومار مغزی گرفته، هزار جور مریضی. یه جا علی رو ذلیل افتاده، من هفته 2 بار برم یه غذایی براش درست کنم بهش برسم. و زمانی این خیلی زیبا بوده، خیلی ها با به به چهچه ازش استفاده میکردن. خب پس اون به خودش لطمه زد، به منم لطمه زد، آینده منو خراب کرد و شوهرم فهمید مادرم چی کار است و یه نوع سرکوفت و یه نوع مسئله حادی شد تو زندگی من. این مسئله خیلی مسئله کوچیکی نیست. من خونه پدرم با این آقا ازدواج کردم، بعد اومد مادرم رو دید و فهمید مادرم چی کاره بوده. حالا ما اصلا میگذاریم که مادر من الان این کارو کرد و نکرد، اون دیگه به خودش ربط داره. البته من ناراحتم از لحاظ روحی فکری، همیشه این آزارم میده. میگم آخه چرا کاش اون زمان من بزرگ بودم، خرجشو میدادم این کار رو نمیکرد. خب حالا کرد، گذشت، باز برمیگرده واسه من. دنیا انقدر کوچی بزرگ نیستش که ما همدیگر رو نبینیم و کارهای همدیگر رو نبینیم، نفهمیم اصلا. پس منم پیر میشم، دخترم بزرگ میشه و یه روز دختر من میشه من و من میشم مادرم. درسته؟ من هم به خودم لطمه میزنم هم به دخترم، ولی به اطرافیانم نه. شاید الان تو سنی هم که ازم لذتم ببرن، حتی از مصاحبت 1 ساعت 2 ساعت منم خیلی خوششونم بیاد، وقتشونو پر میکنه. یعنی پول میده میخواد حالشو کنه دیگه، حالا واسش فرقی نمیکنه من این در برم تو خیابون بخوابم یا برم تو خیابون فرشته بخوابم، واسش مهم نی. اون 1 ساعت که پیششم میخواد ازم لذت ببره. پس در جواب صحبت شما، من به جامعه لطمه نمیزنم. توی این مملکت میگیرن ما رو، میبرن شلاق میزنن، جریممون میکنن، نمیدونم معذرت خواهم شیپیش میذاره بدنمون، 1000 درد و مرض میگیریم، ناراحتی قلبی میگیریم، اعصابمون به هم میرسه. من آسم گرفتم تو زندان، تنگی نفس گرفتم، همه مریضی ها رو کشیدیم. خب پس من به کسی لطمه نزدم، این جامعه است که داره به من لطمه میزنه. فقط من به خودم لطمه میزنم و دخترم. پس هم از خودمون فرار میکنیم، هم از خانوادهمون، هم از بچه‌مون. آخرش هم به بنبست میرسیم دیگه، بنبستی که هیچ وقت این در باز نمیشه، همینجوری بسته میمونه. چون اینطور نمیشه که. تا کی میتونم من این کارو بکنم؟ تا کی میتونم؟ شما خودتون بگید. تازه داغون شدم، تا خراب شده قیافم، اصلا چند ماه پیش و الان نمیشه مقایسه کرد. خیلی خراب شدم. ممکنه دختر من فاسد بشن، خودم بیفتم تو قاچاق فروشی. طبعا طبیعت همه چی رو از انسان میگیره دیگه. منم تاکه جوونم، پارسال بهتر از الان بودم و سال دیگه بدتر از امسالم. آخرش چی؟ و کی پیدا میشه که جواب این سوال ما رو بده؟ یعنی ما تا کی باید این کارو بکنیم که زندگیمون رو بگذاریم؟